سلام. میخوام با اینا براتون یه آپسایکلینگ دوباره درست کنیم. با من باشین. این الگوی اصلی کارمونه که عددا رو همه رو براتون نوشتم. پارچه اصلی ما با این الگو بریده میشه. برای درآوردن یقه پارچه رو اوریب میکنین دقیقا مثل الگو و 50 سانت برش میزنین. دور تا دور نوار میدوزین. مرحله بعدی دور تا دور پارچمون رو با نوارایی که درست کرده بودیم به این صورت تا میکنیم و میدوزیم به این صورت. بعد از اینکه دور تا دور کار رو ما نوارمون رو دوختیم، حالا میایم سراغ دوخت اون مربعی که توی الگو بهتون گفته بودم. الگو رو پارچه رو تا میزنیم، روی هم قرار میدیم و این خط رو میدوزیم. اضافه کار رو قیچی میکنیم و میریزیم دور. بعد از اینکه این کار رو انجام میدیم و اینجا دوخته میشه، وقتی که بازش میکنیم یه همچین چیزی میشه. به این صورت حالت پیلی روی کار قرار میگیره، مثل یه پیلی میشه. این میاد جلوی کار ما. نوارای بریده شده رو اول اتو زدم، بعد حالا ببینید به همین صورتی که تو ویدیو میبینید اینا رو من بغل هم قرار میدم. بعد اینکه این کار رو انجام دادیم، از لایی باید استفاده کنیم. ببینید حالا بعد اینکه این کار رو انجام دادیم، لایی رو میذاریم روی کار به این صورت و اتو میکنیم. یه لایی بزرگ همه قسمت رو بپوشونه و اتوش میزنیم که این ثابت بشه. بعد از تموم شدن این کار روش رو یه مقدار چرخکاری میکنیم که دیگه تکون نخوره و ثابت بشه. به صورت ناهماهنگ روی همه این نوارایی که گذاشتیم و چرخکاری میکنیم. بعد از اینکه سمت راست یا چپ پیلی و حالا هر سمتی که خودتون دوست دارید این قرار بگیره گذاشتین، پارچه‌ای رو که آماده کرده بودیم روی این پیلی قرار میدیم. حالا اینو من بلند گرفتم تا پایین، بسته به سلیقه خودتونه. من اینو ادامه دادم رفته تا توی یقه و اومده تا پایین تر از خود کار. من اینو آماده میکنم میدوزم و عکسش رو براتون میذارم که ببینین.